یادش بخیر. کجاست اون همه سر و صدا و همه یه نوه، عروس، داماد که از عصر پنجشنبه از این خونه به آسمون میرفت تا عصر جمعه. مونس با همه سواریش میگفت بس کنید، دارم میمیرم، مغز بادوما. فروج کاری یه دقیقه بشینی. های های انشالله مونس خانم از مریض خونه مرخص میشن، میان خونه دوباره همه دور هم جمع میشین. از شیطونی بچه ها، از شلوغیشون خسته میشین. آقا همه چی درست میشه. یا امام زمان، شاید از ریحانه خبری شده. تو بشین دختر. تاریکه، من میرم. سلام آقا جون. به به، سلام سعید خان. چه عجب این طرف ها. میتونم بیام تو؟ بله بفرمایید. ریحانه کو؟ تنهام آقا جون. چرا با خودت نیوردیش؟ نیاوردم؟ از کجا نیاوردمش؟ دست بردار. بگو ببینم بچه رو کجا گذاشتی؟ به کی سپردیش؟ کیو میگین آقا جون؟ به خدا اصلا من نمیفهمم شما چی دارید میگید. ریحانه رو میگم. ریحانه مگه پیش مهین نبود؟ ببین سعید، مهین داره دیوونه میشه. برای من بازه در نیار. بچه رو برگردون پیش مادرش. من اصلا از حرفای شما سر در نمیارم. ریحانه پیش من نیست. پیش تو نیست؟ نه آقا جون. تو چه پدری هستی که نمیدونی بچت از دیروز حالا گم شده؟ چه پدری هستی؟ یار نمشت. خب برو بیرون ببین چه خبره. اینطور که پیداست اونم بی اطلاع کوکب خانه. اینجوری پشت در وای نسا.
برو یه حالی احوالی سوالی ازش بکن. پام نمیره کوکب خانم. این روزا نگاه همه روم سنگینی میکنه. کوکب خانم میترسم که سعیدم. نترس مادر، نترس. میدونم کار خودشه. هرچی از زیر سر خود موزیشه. موزی؟ واقعا که دست مریضا. بسا کجا داری میری؟ پیش خودشه آقا جون. این گربه رقصون نیاره میکنه که منو بذاره تو فشار. آفرین. ماشاءالله وقتی از خونه و خانوادت دور شدی فرهنگ حرف زدنم تغییر کرده. شما همتون اسیر مظلوم نماییای مهین شدی. خجالت بکش. همه ای بلاها رو تو به سر اون زن و بچه آوردی. مهین تفلک روحش از بچه خبر نداره، داره پرپر میزنه. فقط همه ما به این دلخوش بودیم که لااقل بچه پیش توه. باسا عجله نکن. کجا برم؟ کجا بگردم؟ اگه پوشی اونم نیست پس چه برای سر ریحانه من اومده؟ برادرت همه جا رو گشته، به همه اطلاع داده، از بیمارستان و کلانتریا گرفته تا کاسبای محل. یاسمن بله آقا جون. سلام داداش. به مسعود یه زنگ بزن بگو سعید اینجاست. چشم آقا جون. خب شازده، تا حالا کجا بودی؟ اصلا کجا هستی؟ مسعود تلفن رو جواب میدی؟ من دستم بنده خانم. بله. سلام پروانه. سلام یاسی جان. چی شده؟ خبری گرفتین؟ پروانه جون به مسعود بگو که سعید اینجاست. چی میگی؟ با ریحانه است؟ نه متاسفانه از ریحانه هیچ خبری نداره. یا ابوالفضل، حالا مطمئنید که راست میگه؟ پروانه کیه؟ یاسمنه. میگه سعید اومده اونجا، از ریحانه بیخبره. یعنی سعید بدون ریحانه است؟ یاسمن جان من الان به مهین زنگ میزنم، با مسعودم میایم اونجا. باشه منتظرتونیم. باشه خداحافظ. بریم. به مهین یه زنگ بزنم. تو راه زنگ میزنیم. بریم. باشه. خلاصه حسابی بلا افتاده تو خونمون. البته به خیر گذاشت، خدا به هممون رحم کرد. تو هم یه غیرتی به خرج بده، فردا صبح اول وقت برو خودتو به مادرت نشون بده. اون به خاطر وضعیت شما به این حال روز افتاد. باشه آقا جون، حتما این کارو میکنم. بهتره بهش بگی که ریحانه پیدا شده، شاید توفیقی به حالش بکنه. ریحانه
دخترم، این چه بلایی سرش اومده؟ کجا بگردم؟ کجا بگردم؟ کجا برم؟ چیکار کنم؟ دیدین آقا جون چه بلایی سرم اومد؟ خونه خراب شدم. سلام آقا جون. سلام آقا جون، چطوری؟ تا حالا کجا بودی بیشم؟ کجا بودی این بچی بیگناه؟ اومدی تماشا؟ خوب نگاه کن. مادرت رو تخت بیمارستانه، زنت هم به مرز جنون رسوندی. اینم وضع حال ماست. میبینی؟ آروم و شد زود. خیلی مردی، خیلی با غیرتی. گفتم آروم باش. پدر با معرفت، تو خجالت نمیکشی؟ این بچه رو میبری یک کلام به من نمیگی؟ آخه نمیگی من مادر چه به حال روزم میاد؟ مهین جان، دست به من نزن. همه این بدبختی ها زیر سر توه. همه این آتیش ها رو تو بپا کردی. حالا به من میگی مهین جان؟ برای برادر تیکه میگیری؟ خونه خرابم میکنی؟ بچه‌م نمیدونم کجاست. حالا برای من دل میسوزونی؟ برو برای اون پیرزن دل بسوزون که به سکتاش انداختی. مهین جان به خودت مسلط باش. ای خدا چجوری من خودم مسلط باشم؟ آروم باش. خدا چقدر آروم باشم، چقدر خانومی کنم، آروم باش مهین. چقدر بدبختی بکشم آقا جون. بس کن دیگه، بس کنین. چرا اینجوری میکنی؟ چرا همتون هر چی دلتون میخواد بهم بگین؟ هر چی میخواین بارم میکنین؟ مگه من چه گناهی کردم؟ والا بالله من تو گم شدن ریحانه هیچ دخالتی ندارم. دروغ میگی؟ نه دروغ نمیگم. تو خودت میدونی که من هیچ وقت به تو دروغ نگفتم. هر وقت هر کاری کردم این شهامتشو داشتم که اعتراف بکنم به پیر، به پیغمبر. من از گم شدن ریحانه هیچ خبر ندارم به خدا. نمیدونم کجاست. برای خودم هم معما شده که اون کجاست. شاید دزدیدنش. آروم باش مهین. خدا حالا بچه من کجاست؟ داره چی کار میکنه؟ خدای من. دخترم آروم باش. پس تو توی این مدت کجا بودی؟ رفته بودم عراق، شهر صنعتی عراق. ای کاش قلم پام شکسته بود و نمیرفتم. عراق واسه چی؟ رفته بودم گواهی سابقه کارم بگیرم. مرده شور گواهی تو ببره. چی کار میکنی؟ همه این بدبختی ما به خاطر کار این آقاست. یاسمن یه مسکن برای من بیار. چرا جواب ندادی؟ حوصله هیچ کسو ندارم آقا جون. حوصله داره، جلوی ما نمیخواد جواب بده آقا جون. جواب بده. ولش کن آقا جون. بهت گفتم جواب بده.
بله. سلام سعید، چرا جواب نمیدی؟ نمیتونی حرف بزنی؟ خیلی خوب بگو. کسی پیشته؟ چرا اینقدر تفره میری؟ حرف بزن ببینم چی میخوای بگی. میدونم خیلی عصبی هستی، اونم میدونم که به خاطر دخترته. دخترم؟ ریحانه؟ تو از کجا میدونی؟ مهم نیست، پیدا میشه. گفتم تو از کجا میدونی؟ از اینجا که ریحانه پیش منه. چی داری میگی؟ ببین سعید، من از آمال و آرزوهای تو به خوبی خبر دارم، فقط همت نداشتی. منم خواستم به خاطر جمع بیای بریم، چون حس کردم تو قدرت و شهامت تصمیم گیری رو نداری. خب منم که قبلا بهت گفته بودم، یادته؟ گفتم از این به بعد من تصمیم میگیرم. ببین سعید، عاقل باش. راستی یه خبر خیلی خوبم برات دارم. اون شرکتی که قرار بود برای دعوتنامه بفرسته حاضر شده بعد از استخدامت پورسانت خیلی بالایی به من بده. میفهمی یعنی چی؟ احمقانه ترین کار ممکن اینه که به یک همچین شرایط ایدئالی پشت پا بزنی. حالا خونسردی تو حفظ کن و بیا با دخترت حرف بزن. الو، سلام بابا سعید. سلام دختر گلم، حالت چطوره؟ خوبه. آمی من کجا؟ همینجا. خیالت راحت شد؟ دخترت صحیح و سلامته. تو الان کجایی؟ خیلی دور نیستم. اگه قول بدی پسر خوبی باشی و شلوغش نکنی بهت میگم. گفتم کجایی؟ باید یه قول دیگه هم بهم بدی، اینکه خودت بیای، تنهای تنها. خیلی خوب بگو کجایی؟ تو که میدونی من هم تو رو خیلی دوست دارم، هم ریحانه رو. پس درست تا زمانی که تو دست از پا خطا نکنی من آسیبی به ریحانت نمیرسونم. ولی اگه حس کنم با کسی هستی یا پای پلیس وسط کشیدی، میفهمی که ممکنه خطری دخترتو تهدید کنه، چون من خودمو خیلی بیشتر از تو و ریحانه دوست دارم. میفهمی که بالاخره میگی کجایی یا نه؟ من نزدیک یکی از شهرهای مرزیم. تو به طرف مرز بازرگان حرکت کن، باهات در تماسم. چرا آدرس دقیق رو نمیدی؟ حالا زوده، به وقتش آدرس هتل بهت میدم. فقط خوب حواستو جمع کن. سعید، من و تو و دخترت میتونیم خیلی خوشبخت بشیم. میفهمی؟ مواظب باش لگد به سعادت هر ستامون نزنی. اینم بدون که تمام تسهیلاتی که اونجا و حتی اون شرکت برای تو قائل میشن رو حساب اعتبار منه. یعنی اونا روی ما سرمایه گذاری میکنن، نه تو. خیلی خوب، من الان حرکت میکنم. موفق باشی، فقط بچگی نکن. من کاملا به تو مسلطم، یعنی چارچشمی حواسم بهته. سعید، برای بار آخر دارم بهت میگم، تنها میای. فردا به ما میرسی، منتظرتم. به دخترت، به زندگیمون، به میلیون‌ها دلار پول فکر کن. See you. بفرما. دیدی حالا؟ چرا دیدی حالا؟ مگه من دزدیدمش؟ به هر حال از جانب تو که هست. والله به خدا من روحم هم خبر نداشته. به چی باید قسم بخورم؟ به جای برجر رو بحث کردن بهتره یک کاری بکنید. چی کار بکنیم؟ حالا کجا بود؟ نمیدونم. نمیدونی؟ نگفت. نمیدونی؟ نمیدونم. دروغ میگی بسته. مسعود، آروم باش. لا اله الا الله. پسر بازی در نیار، زنت داره دیوونه میشه. خدا شاهده، فقط گفت تو مسیر مرز بازرگانه. آدرس دقیقی هم نداد. آروم باش. به هر حال هر جا که هست چادر که نزده. لابد هتلی، مسافرخونه جایی هست.
پیداش میکنیم. را بیا بریم. زود حرکت کنید. سعید از ریحانه چیزی نگفت؟ چرا؟ گفت حالش خوبه. خودم صداشو شنیدم. حالش خوب بود. آخه این از خدا بی خبر چرا باید بچه منو بدزده؟ این جور زنا از بچه شروع میکنن تا به بابای بچه برسن. به موقعش بابای بچه رو میدازن. به فاطمه زهرا سعید، اگه یه مو از سر بچم کم بشه روزگارتو سیاه میکنم. خیالت راحت باشه، من اون بچه رو تحویل میگیرم صحیح و سالم. از آخه کجا بود؟ گفتم که دیگه به چه زبونی بگم؟ من میرم زنگ میزنم پلیس. صبر کن، خواهش میکنم این کارو نکن. یعنی چی؟ میخوای چش روشنی یه جعبه شیرینی بگیریم بریم؟ چرا همتون متلک میگین؟ اون منو تهدید کرده. تهدید برای چی؟ که اگه پلیس در جریان بذارم ریحانه رو خدا مرگم بده. آروم باش مهین جان، مگه بی خودیه؟ غلط کرده. اون زن انقدر پروندهش سیاهه که بدونی که ما به پلیس تماس بگیریم خودش تحت نظر پلیسه. من باید برم. تو نمیخواد بیا. تا برای من تعیین تکلیف نکن. زنده داشت راه مناسبی برای تو نیست. من خودم باهاش میرم. فقط خودم میرم. اگه تیکم کنی، اگه از همخانه رستمم رد چی، من باید بیام. بی‌انصاف بیشتر از این آتیشم نزد. اون بچه الان دلتنگ منه، بچه ای که خیلی خوب بیا. خب میخوای با چی بریم؟ ماشین کرایه میکنیم میریم. جدی؟ خرجت بالا میره. بگیر. خیلی ممنون. خداحافظم بگیر. از این به بعد من مامان تو هم عزیزم. میتونی به من بگی مامی. نمیخوام. من مامی دیگه ای نمیخوام. من مامی خودم رو میخوام. بیا عزیزم، بیا تو بغل من. نمیخوام. من بغل مامی خوشگل خودم رو میخوام. مگه من زشتم؟ مامی من بهتره. تازه مهربونم هست. برام شعر میخونه. خب منم برات شعر میخونم عزیزم. اون شعره که مینویسیده برام میخونه. ریحانه حالا دیگه ناراحت نباش. ببین برات چی خریدم. وای چه عروسکایی. نگاه کن. نمیخوام. من عروسک خوشگل که مامی خودم برام خریده میخوام. Yeah, Nushin is speaking. Thanks, I'm fine. I'm glad from your good news. Please send me invitation card very quickly. Really? Have you sent it? Okay. So it's okay. Thanks. I need some money. Do you understand? All right. Thanks a lot. See you. پس بالاخره این دعوتنامه کذایی رسید به سفارت. ریحانه عزیزم خوابت برده؟
چرا چیزی نمیگی؟ هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه همچین ضربه‌ای اونجوری نگاه نکن. تو و ریحانه همه وجود من هستی. فقط خداست که از ته دل من خبر داره. ولی تو همه آرزوهاتون برای یادت؟ آره یادم. ولی الان همه آمال آرزوام تو یه بچه هم. آره تو راست. من همش فکر میکردم که گم شدم و میتونم اون طرف پیدا کنم. فقط اون طرف. ولی الان که به خودم اومدم میبینم بچم و زندگیم و زنم و عشقم گم کردم. همه چی رو از نو میسازیم. دوباره از صفر شروع میکنیم. مثل همون موقعا که زندگی مشترکمون رو شروع کردیم. من فقط امیدوارم مثل همون موقعا که صبوری و شکیبایی نشون دادیم. کمکم کردی تا زندگیمون را بیفته. الانم کمکمون کن. تو هم یه چیزی بگو مهی. انقدر با سکوتت زجرم نبید. الو 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 کی بود؟ قطع شد. اصلا به طور کلی آنتن رفت. چی شد؟ به محض اینکه برداشت قطع شد. لابد تو جادن. برسن شهر میتونی تماس بگیری. آخه میخواستم قبل از اینکه برسن به سروان داداشپور موقعیتشونو بگم. نه تو رو خدا مسعود این کارو نکنی یا چی نه تو رو خدا؟ پلیس الان در به در دنبال اون انگل میگرده. یه بلای سر ریحانه میاره. من اونو میشناسم. پس تو اونو خوب میشناسی ها؟ من بیچاره فقط معرفی کردم. قرار بود سعید یه سری راهنمایی بگیره، یه سری اطلاعات. هرچی پیش اومد بعداً اتفاق افتاده. مسعود ازت خواهش میکنم موقعیتو بدتر از این نکن. مسعود یاسمن راست میگه.
شاید برای ریحانه اتفاقی بیفته. پلیس حواسش از من و شما جمع‌تره، طوری وارد عمل میشه که اتفاقی نیفته. اونو از این جونورا زیاد دیدن. نه مسعود جون عزیز این کارو نکن. من به قدر کافی بد آوردم. موقعیت منو بدتر از این نکن. هر اتفاقی بیفته همه از چشم من میبینن. تو رو خدا مسعود صبر کن ببینیم چی میشه. شاید بدون این که اتفاقی بیفته بچه رو تحویل بده. حرف من فقط تحویل بچه نیست. من نمیخوام این چموش قصر در میره. تو هم زیاد نگران نباش. از این به بعد خودم دخالت کردم، خودم میدونم باید چیکار کنم. شما هم دیگه دخالت نکنید. الو، سلام، مخلصم. خیلی شرمندم، عذر میخوام از اینکه بیدارت کردم، معذرت میخوام. خودت گفته بودی کوچکترین سرنخی پیدا کردم زنگ بزنم. آره راستی داداشون، این زنه زنگ زد. الان بچه پیش اونا. آره گفته تو مسیر مرز بازرگانه. چند دقیقه پیش هم برادر و زن برادرم رفتن دیگه. احتمالاً مستقر تو هتلی مسافرخونه چیزی باید باشن. با ماشین خودم. شماره‌شو بهت بگم؟ آره همونه، درسته. ببین پس خودت ترتیبشو میدی، درسته؟ راستی طرف تهدید کرده ها، خودت مواظب باش. جون تو و جون بچه، قربونت. فعلا خداحافظ. خواهم رحمتت گر امتحان خواهی، در رحمت برویم بند و درهای بلا بکش. ماشین مورد نظر مثبت، موقعیت ما هستش. اگه خسته شدی میخوای من بشینم؟ نه خسته نیستم، الان دیگه میرسیم. خیلی اینجوری راحت ترم. الو، من رسیدم. کدوم هتلی؟ آره حالم خوبه. اسم هتل بگو. عزیز من سر حالم. آره دارم تنها میام. مگه بچه‌ام؟ من ازت خیلی ممنونم، چون خودم هیچ وقت شهامت این کارو نداشتم. فقط کاری کن که به بچه‌م بد نگذره. متوجه شدی؟
داره میبینمت. کاری کنم که مرغای آسمون به حالش گریه کنه. صبر کن. سلام آقا. سلام. خسته نباشید. شما ممنون. ببخشید این طرفا هتل پامچال دارین؟ هتل پامچال بله. تقریبا 1 رو با اینجا فاصله داره. شما این جاده رو برو. یه 3-4 تا پیچون که رد کردی به جای پردرخت میرسی. یه 200 متر بالاتر از اونجا هتل پامچاله. خیلی ممنونم. ولی این هتل زیاد جالب نیست. بهتر نیست چه جای بهتر بریم. نه نمیخوایم مستقر بشیم. یه مهمون اونجا داره. آها صحیح. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. قربون شما. سلام. چی شد؟ پرسیدم زیاد دور نیست. منتها تو باید وسط راه پیاده شی. من پیاده نمیشم. من اینطور خدا اینقدر رو من لجبازی نکن. بذار به کارم برسم. مگه قرار نبود این کارو با هم انجام بدیم؟ خیلی خوب با هم انجام میدیم. منتها الان دختر ما دستمونه، ما باید خودمون رو با شرایط اون تطبیق کنیم. خیلی خوب، هر کجا که لازم شد پیاده میشم. هتل زیاد دور نیست. یه جایی همون وسط ها پیاده شو. الو. سلام پسر خوب و خوشقول. من رسیدم. میدونم. تو کجایی؟ خیلی فرس شدی. توی این مدت از این جربوزه ها ازت ندیده بودم. من جلوی درم، تو بیا بیرون. صبر کن، خیلی عجول نباش. من توی این هتل نیستم. ببینم داری مرا دست میندازی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ میخواستم مطمئن بشم که پسر خوبی هستی و سر قولت میمونی. بابا تو دیگه کی هستی؟ این روز دیگه ندیده بودم. خب دیگه از کم تجربگیت بود. از این به بعد خیلی چیزا بهت یاد میدم. خب حالا اینقدر اذیتم نکن. مطمئن شدی؟ فراوون. حالا از دست راستت بپیش تو جاده اصلی. 2 کیلومتر که بری جلو، دومی رستورانی که رد کردی اونجا یه هتلی که من منتظرتم. میبینمت. خداحافظ. آقا لطفاً تعقیبشون کنین. یه جوری هم برین که منو نبینه. سریع. غروب یک ستاره دنیامو زیر و رو کرد، دلم تو اوج تردید فقط یه آرزو کرد، دلم تو اوج تردید فقط یه آرزو کرد.
کاشکی سفر میرسون ما رو به بی نهایت، اما حالا جاده ها میره به سمت غربت. هم خونه قدیمی سقفمو از من نگیر، تو واژه بودنی معنی رفتن نگیر. که لحظه هامون غریبه باشه با هم، نگو که فرصتی نیست، نگو آخر راه